امروز داخل این ویدیو میخوام یکی از شخصیت‌های معروف و بزرگ داخل بلوچستان رو توضیح بدیم که به این معروفه که تونسته به کمک ارتش بلوچ‌ها حتی دهلی رو هم فتح بکنه و اون کسی نیست جز میرچاکرخان رند بلوچ. بعد از گذشت سالهای زیادی، درست زمانی که میرچاکرخان دیگه پیر و کهنسال شده بود، سلطان همایون گورکانی مغول، دومین پادشاه دهلی از سلسله مغول‌ها، به دست شیرشاه سوری از افغان‌ها شکست می‌خوره. همایون خان گورکانی بعد از این شکست آواره میشه و در به دنبال کمک به تمامی دربارهای حکومت‌های دور و بر سر میزنه. حتی گفته میشه که مدتی رو در دربار صفوی میگذرونه، اما هیچ کس قبول نمیکنه به اون در برابر شیرشاه کمک بکنه، چرا که در اون زمان دهلی ارتشی منظم و مجهز داشته و هیچ حکومتی دوست نداشته بدون دلیل خودش رو با یه همچین ارتشی در بندازه. در واقع زمانی که همایون گورکانی به سمت بلوچستان میاد، از طریق یکی از همسراش یا همسر یکی از وزیراش که گفته میشه ملیت بلوچ داشته و با واسطه از طرف اون به دربار بلوچستان و دربار میرچاکرخان رند میاد. میرچاکرخان که در اون زمان حاکم مناطق کلات تا ناحیه مولتان بوده، در دربار خودش با همایون شاه گورکانی وارد مذاکره میشه. اولش میرچاکرخان قبول نمیکنه که با همایون شاه کمک بکنه، اما بعدها خبری به دست میرچاکرخان میاد که نظرش رو عوض میکنه. در واقع شیرشاه سوری به مولتان که از توابع تحت تصرف و حمایت میرچاکرخان بوده لشکر میکشه و سپاهیان میرچاکرخان در این شهر رو شکست میده. بعد از اینکه میرچاکرخان از این واقعه خبردار میشه، جواب مثبت میده به همایون شاه، به شرط اینکه همایون شاه قبول بکنه حکومت در ممالک پنجاب، مولتان و دهلی رو به بچه‌ها و طوایف زیر نظر میرچاکرخان بده. قاضی عبدالله مری که از محققین معاصر بلوچستان به شمار میره، در رابطه با پوشش جنگجوی بلوچ در سپاه میرچاکرخان اینطور میگه که بلوچ‌های آن زمان برعکس تصوراتی که بعضی دارن و بلوچ‌ها رو قومی وحشی و غیر متمدن میدونن، قومی پیشرفته داشتن که ارتشی مجهز رو در اختیار داشت. اون میگه که 40,000 جنگجو در فراخوان میرچاکرخان جمع میشن که همه با روپوش‌های از زره و سپرهای آهنی که سر و بازوهایشون رو میپوشوند و همه علاوه بر شمشیر به تیر و کمان هم مجهز بودن. روسری ابریشمی و چکمه قرمز رنگ میپوشیدن و خنجرهایی که دسته نقره‌ای داشتن بر کمرشون میبستن، در حالی که در دستانشون انگشترهایی از طلا دیده میشد. این توصیفیه که از جنگجوی بلوچ در اون زمان میشده و واقعا جنگیدن مقابل یه همچین سپاهی برای هر ارتشی سخت بوده. همینجا باید بگیم که در واقع بلوچ ها از اونجایی که قومی جنگجو به حساب میان، گفته میشه که در زمانهای قدیم تفریح مردم بلوچ، خصوصا مردان بلوچ، این بوده که شمشیرهای زیبایی برای خودشون بسازن یا شمشیرهاشون رو تیز بکنن و هر مردی در ساختن شمشیر و آلات جنگی تخصص و مهارت لازم رو به صورت کامل داشته در اون زمان. نهایتاً سپاه میرچاکرخان که شامل 40,000 رند، 50,000 لاشاری و 30,000 نوحانی و 10,000 راجپی بوده، تحت فرمان میرچاکرخان برای جنگ با شاه دهلی آماده میشن. میرچاکرخان هم همه پهلوانان و فرماندهان بزرگ سپاه 130,000 نفری خودش رو جمع میکنه و از همه اونها پیمان جنگندگی و همدلی میگیره. بهرام خان لاشاری هم پیشاپیش به شاه دهلی اخطار میده و برای اون نامه‌ای مینویسه که آماده رزم با بلوچ‌ها باشه، چرا که سپاه بلوچ‌ها با فرماندهی میرچاکرخان داره به سوی تو میاد. شاه دهلی هم با شنیدن این پیغام به شدت خشمگین میشه و برای میرچاکرخان متقابلا پیغامی میفرسته
که ای چاکر تو شایسته تخت پادشاهی دهلی نیستی. تو بلوچ هستی و جایگاه تو در کوه و بیابان است و به زندگی در همانجا خرسند باش. من به طور کامل آماده و مجهز هستم و با سپاه بزرگ و تجهیزات نظامی و پیشرفته‌ای که دارم در برابرت خواهم ایستاد. نهایتاً جنگ میان دو سپاه شروع میشه و در اوایل جنگ سپاهیان میرچاکر در چند جبهه متحمل شکست میشن و عقب نشینی میکنن. میرچاکر خان بعد از عقب نشینی درست زمانی که به سرشماری از سپاه خودش میپردازه متوجه میشه که خواهرش یعنی بانو بانلی و خواهرزادش یعنی میران هنوز عقب نشینی نکردن. میرچاکر خان هم بعد از اینکه متوجه میشه خواهرش هنوز عقب نشینی نکرده فوراً به سمت کاخ دهلی دوباره لشکرکشی میکنه. بعد از اینکه میرچاکر خان به اونجا میرسه میبینه که بانو بانلی در حال نبرد تن به تن با شاه دهلیه و موفق شده با افرادی که در دست داشته ارتش دهلی رو شکست بده. میرچاکر خان هم به خواهر خودش ملحق میشه و اون رو در نبرد یاری میده. بعد از این پیروزی میرچاکر خان بر تخت شاهی دهلی تکیه میزنه و اینطور میگه که تخت پادشاهی منو قانع نمیکنه و برای من زندگی در کنار مردم سرزمین خودم خیلی بهتره. بنابراین دوباره همایون شاه رو به تخت پادشاهی برمیگردونه و میربهجار و میرعلی که از جمله فرزندان میرچاکر به حساب میان به عنوان سردارهای ارتش دهلی منصوب میشن و نوادگان میرچاکر هم در مناطق پنجاب، دهلی و مولتان هر کدوم سرداری یک ناحیه رو بر عهده میگیرن و حکومت خودشون رو در اونجا برقرار میکنن. نوادگان میرچاکر هنوز هم در هند استقرار دارن و در واقع بلوچ‌های هند که الان داخل هندوستان هستن بخش اعظمشون از نوادگان همین سردار بزرگ و فاتح بلوچ هستن. نهایتاً هم میرچاکر خان در سن 85 سالگی و یا 93 سالگی فوت میکنه و اون رو در مقبره‌ای در شهر سیبی که از توابع پنجاب به حساب میاد دفن میکنه. ما اینجا داخل این کانال سعی میکنیم به توضیح وقایع تاریخی و سلسله‌های مختلف بپردازیم و علاوه بر توضیح دادن این وقایع خاصتاً به منطقه بلوچستان و مردم بلوچ بپردازیم و توضیح بدیم که داخل هر کدوم از این وقایع و سلسله ها مردم بلوچ چه نقشی دارن، در اون زمان چی کار میکردن و در کل اوضاع احوال اون زمان منطقه چطور بوده. اگه شما هم به این طور تاریخی علاقه دارید ممنون میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو داخل کامنت ها به ما بگید، چرا که این میتونه مهمترین کمک و بهترین کمک شما در این راه به ما باشه تا با هم و در کنار هم مانع فراموشی تاریخ و نامآوران تاریخ خودمون باشه. ما از دوران حکومت و زندگی میرچاکر خان هم میتونیم درس اتحاد و دوستی بگیریم هم درس تفرقه و دشمنی، چرا که درست همون جایی که میرچاکر خان با طوایف بلوچ وارد اتحاد میشه موفق میشه حکومتی مثل حکومت دهلی میجنگه و اون رو شکست میده. اما درست زمانی که بین طوایف رند و لاشار تفرقه و دشمنی میفته میرچاکر خان و بلوچ ها نه تنها هیچ موفقیتی به دست نمیارن بلکه روز به روز ضعیفتر و آسیب پذیرتر میشن. نهایتاً هم بناهایی به یادبود میرچاکر خان رند برای زنده نگه داشتن این سردار بزرگ در مناطق مختلف بلوچستان ساخته شده، از جمله دانشگاه میرچاکر خان رند در شهر سیبی از ایالت بلوچستان پاکستان و دانشگاه صنعتی میرچاکر خان رند در ایالت پنجاب پاکستان. سردار میرچاکر خان رند خودش شجاع بود و نه تنها به دوستان شجاعش بلکه برای دشمنان شجاع هم ارزش قائل بود، چرا که در جای میرچاکر خان اینطور میگه که من عاشق انتقام شجاعانی هستم که جرأت حمله به قلعه‌های مرتفع من را دارند.